در اولین انتخابات محلی که زنان سعودی از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن استفاده بردند، 17 زن وکالت شوراهای محلی را به دست آورد. شاه عربستان سعودی 4 سال پیش حکم صادر کرده بود که زنان حق اشتراک در انتخابات پیدا کنند و در انتخابات محلی 12 دکبر برای اولین بار زنان از این حق خود استفاده بردند. برای رای دهندگان انتخاب زنان نامزد آسان نبود، زیرا هنوز هم در این مملکت محافظه‌کار اسلامی زنان حق ندارند بدون سطر در جایهای جمعیتی حاضر شوند. از این روز زنان زیادی از شبکه‌های اجتماعی همچون منبر کار گرفتند. صاحبکار 38 ساله رشا حفظی که یکی از زنان پیروز در انتخابات است میگوید شرکت زنان در نهادهای دولتی حیات مردم را بهبود میبخشد. حضور زنان در اداره‌های دولتی امکان می‌دهد که ما از اطلاعی تا این زمان دست نورس آگاه شده توانیم که این اطلاع را برای بهبود مشکل‌های مردم استفاده بریم. زنان در 4 شورای محلی عربستان سعودی و از جمله مکه منوره صاحب کرسی شدند. این رقم از 1% شماره عمومی وکیلان کمتر است. بر علاوه کارشناسان میگویند شوراها یگان صلاحیت قانونگذاری ندارند و تنها با مسئله‌های ساختمان مکتب‌ها، پاکسازی و رشد شبکه راه‌ها مشغول میباشند. اما در هر صورت خبرگزاری‌ها این حادثه را پیشرفت تاریخی مینامند، زیرا تا این وقت در عربستان سعودی تمام مسئله‌ها را فقط مردان حل می‌کردند.